Hi guys, my name is Mariam. Welcome to my channel. We want to learn character writing together. سلام دوستان، مریم هستم. خوش اومدین به چنل من. امروز میخوایم با هم کاراکتر نویسی رو یاد بگیریم. Look at this table. We are learning 5 lines of Chinese today. خب به این جدول نگاه کنین. امروز قراره ما 5 تا از خطوط کاراکتر نویسی رو توی زبان چینی با هم یاد بگیریم. The first line is written horizontally as you can see in this picture. And there are two examples of in that. We read together. Its name is Hey, and its example is Yi. It means one. And it means two. خب دوستان عزیز، همونجور که دارین توی تصویر مشاهده میکنین که توی خط اول هست و کاراکتر نویسیش به این صورته که از سمت چپ به راست این کاراکتر و به صورت افقی نوشته میشه. توی زبان چینی کاراکترها از چپ به راست و از بالا به پایین نوشته میشه و مثال های اونا هم مشاهده میکنین. ی به معنی یک و به معنی دو هستش و توی شکل میبینین که کلمه از دو تا از این خطوط تشکیل شده و این کاراکتر نویسی به نام hang هستش. The second line is shu, which is written vertically. And there are two examples for that. And now read together. The first example is she. It means 10. The second example is gong. It means work. و اما دومی خط نوشتاری به نام شو که به صورت کاملا عمودی نوشته میشه و دارای دو مثال هست که مثال اولی با نام شو که معنی عدد 10 هستش و مثال دومی گونگ که به معنی کار کردن هستش. و توی کاراکتر شو ما ابتدا خط افقی اون و سپس خط عمودی اون رو رسم میکنیم و توی کاراکتر گونگ ما ابتدا خط افقی بعد عمودی و سپس افقی اون رو رسم میکنیم. The third line is PA. There are two examples for that. The first example is Ren. It means human. The second example is Ba. It means is 8. و اما خطوط سوم از زبان چینی مثل کلمه ری فارسی نوشته میشه و اسم این خط پیه که دو تا مثال داره که مثال اول به این نام هستش رن که معنی مردم، نفر و شخص هستش و مثال دوم که به معنی عدد 8 هستش و نام اون با هستش. The fourth line is dian. It means dot. There are two examples for that. The first example is bu. It means no, not. The second example is liu. It means 6. و اما چهارمین نوع نوشتاری توی زبان چینی که نام اون هست دیان به معنی نقطه که دو تا مثال برای اون وجود داره که مثال اول به معنی نه هستش و نام اون بو و مثال دوم که به معنی عدد 6 هستش و نام اون لیو هستش. The fifth line is نه. There are two examples for that. The first example is da. It means big.
The second example is Tian. It means sky. و اما پنجمی خط که به نام نه هستش، دو تا مثال برای اون ذکر شده که مثال اول به معنی بزرگ هستش و با نام ده و مثال دوم به معنی آسمان هستش با نام تیان. بله دوستان، درس امروز همینجا به پایان میرسه. شما رو به خدای مهربون و بزرگ میسپارم. امیدوارم از درس امروز راضی باشین و ممنون میشم که منو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و نظرات خودتون رو برای من توی کامنت ها یادداشت کنین. Goodbye guys, take care.